فیصله نشست طالبان بدون ذکر انتخابات و مکاتب دختران گفتند که ملا هیبت الله امیر المؤمنین و زعیم ماست. افغانستان بزرگترین زندان زنان. سازمان ملل میگوید که در هیچ جای جهان مثل افغانستان به حقوق زنان تعرض نمی شود. از حجاب اسلامی تا نقاب طالبانی، شماری از دختران در جوزجان از نقاب طالبانی حمایت کردند. از تحصیل دختران رهبران طالبان در خارج تا بسته ماندن مکاتب دختران افغان در داخل. حکمتیار میگوید که اگر در مکتب ها باز نشود، بسیاری از خانواده ها کشور را ترک می کنند. و واکنش ها در برابر سخنان نفرت برانگیز مولانای هرات معنوی میگوید کسی که ریختاندن خون مسلمان را مباح بداند، حیوان درنده‌ای در کلبد انسان است. با درود و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. نشست 3 روزه علمای طالبان بدون ذکر از انتخابات و خواست جامعه جهانی مبنی بر بازگشایی مکتب‌های دختران و ایجاد حکومت همشمول پایان یافت. طالبان میگویند که در این نشست علما با ملا هیبت الله رهبرشان بیعت کردند. قطعنامه پایانی این نشست با 11 ماده به پایان رسید. در یکی از ماده‌های این قطعنامه آمده است امارت اسلامی از بطن مردم افغانستان برخاسته و هیچ جهت بیرونی در اقامه آن دخالت ندارد. این دلیل موثق مشروعیت داخلی آن می باشد. در ماده دیگر این قطعنامه از جامعه جهانی خواسته شده تا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد و دارایی‌های افغانستان باید آزاد شود. در این قطعنامه اضافه شده است با آمدن امارت امنیت سرتاسری تأمین شده است، جزیره های قدرت از بین رفته، فساد، غصب و اختلاس ختم و یک نظام مقتدر مرکزی به وجود آمده است. علمای طالبان همچنین از سیاست، عدم مداخله به کشورهای دیگر و خواست برای مداخله نکردن کشورها در امور افغانستان پشتیبانی کردند. از سوی هم آنان هر گونه همکاری با گروه داعش را ناروا دانستند. در بخشی از این قطعنامه آمده است که وحدت ملی تقویت شود. این علما از برنامه برگشت مقام‌های پیشینی افغانستان به کشور نیز پشتیبانی کردند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشست فوری خود در مورد زنان و دختران افغانستان را برگزار کرد. اتحادیه اروپا و سازمان ملل گفتند که امیدوارند این بحث به تغییر وضعیت نیمی از جمعیت افغانستان کمک کند. در این حال ریچارد بنت در نشست این شورا گفته است که عملکرد طالبان در سرکوب زنان در جهان بی‌پیشینه است. اتحادیه اروپا در شورای حقوق بشر و سازمان ملل در بیانیه مشترک و پس از برگزاری نشست فوری درباره وضعیت زنان افغانستان نیز در مورد اهمیت این نشست ابراز امیدواری کردند. این دو نهاد وضعیت زنان افغانستان را تراژیک خواندند. در توییت مشترک این دو سازمان آمده است: ما امیدواریم که بحث فوری شورای حقوق بشر در مورد زنان و افغانستان و جلب توجه بیشتر به تراژدی نیمی از جمعیت این کشور کمک کند. به گفته آنان، زنان از حقوقشان برای مشارکت کامل، برابر و معنادار در جامعه افغانستان محروم شدند. در این حال میشل باشله، کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است زنان و دختران افغانستان در دهه‌های اخیر بیشترین کاهش حقوقشان را تجربه می‌کنند. او افزوده است که بدون بعضی تغییرات بنیادی آینده زنان افغانستان تاریک‌تر خواهد بود. خبرگزاری دولتی باختر تحت اداره طالبان گزارش داده است که شماری از دختران و زنان در ولایت جوزجان در یک گردهمایی از طرح و تصویب رعایت حجاب اسلامی از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر اعلام حمایت کردند. از همه شهروندان کشور خواستند تا با حمایت از این طرح خانواده هایشان را مطابق به شریعت اسلامی عیار کنند. پیش از این وزارت امر به معروف طالبان اعلام کرده بود که زنان به خصوص خبرنگاران زن باید صورتهایشان را با نقاب بپوشانند. این تصمیم طالبان واکنش‌های داخلی و جهانی را به همراه داشت. منتقدان این تصمیم میگویند که حجاب نباید اجباری باشد و آنچه را که طالبان میگویند حجاب اسلامی نه بلکه نقاب است و در هیچ جای اسلام از آن یاد نشده است. تا کی من شما در
بسیار جوابگو می باشی. وقتی که از تو سوال می کند که چرا حجاب نکردی، چه جواب خواهیم داد عزیزان من؟ بسیار سخت است. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان از طالبان خواست تا بر اساس شریعت و به گونه واضح پاسخ دهد که چرا زنان در نشست بزرگ علما حضور نداشتند. او افزوده که هیچ ابهامی در مورد حقوق زنان در اسلام وجود ندارد و سکوت طالبان در برابر حقوق زنان مشکل آموزش آنان را حل نمی کند. آقای حکمتیار همچنین گفت که باید در نشست علمای طالبان مسئله آموزش و تحصیل دختران بحث می شد. او در خطبه نماز جمعه در کابل گفت اگر مشکل آموزش دختران حل نشود، مردم کشور را ترک خواهند کرد تا برای دخترانشان زمینه آموزش را در خارج فراهم کنند. آقای حکمتیار همچنین گفت که تشکیل پارلمان مقتدر و تصویب قانون اساسی جدید باید بحث اصلی این نشست می بود. گلبدین حکمتیار از واضح نبودن آجندای نشست طالبان نیز انتقاد کرد و گفت طالبان آجندای این نشست را واضح به مردم بیان نکرده است، اما همه می‌دانند که این نشست به چه هدفی برگزار شده است. او بدون ارائه جزئیات درباره هدف نشست طالبان گفت حکومت میگوید که نشست علما است و اعضای آن از بین مردم انتخاب شده و در آجندای آن هم مداخله نمی کند. اما هم مردم، هم حکومت و هم اعضای این نشست میدانند که نشست برای چه برگزار شده است و چه تصمیم خواهد گرفت. حکمتیار خطاب به طالبان گفت با مردم صادق باشیم، این تقاضای دین است که به تعهد خود وفادار بمانیم. دروغ و ایمان نمیتواند یک جا باشد. تا اکنون که 2 روز از نشست علمای طالبان گذشته است، تمام تلاش سخنران‌های این نشست به اطاعت مردم از رهبر طالبان بوده است. همچنین روز گذشته خبرگزاری دولتی باختر گزارش داد که تمام علما با بلند کردن دستانشان به هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان بیعت کردند. اما حکمتیار نشست بزرگ علما در کابل را یک گردهمایی دارن طالبانی خواند و گفت که در این نشست از چهره‌های سیاسی و احزاب نیز دعوت نشده است. به گفته او تعامل با احزاب و اینکه چه موقفی در برابر مخالفان مسلح طالبان گرفته شود نیز در این نشست باید به بحث گرفته میشد. حکمتیار به سخنان مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد محله گذرگاه شهر هرات نیز واکنش نشان داد. او گفت که نباید به کسی اجازه داده شود که از نام دین سوء استفاده کند و فتوا صادر کند. مولوی انصاری در سخنرانی خود در نشست طالبان گفت که هر کسی در برابر حکومت طالبان مخالفت می کند باید سر زده شود. حکمتیار می گوید که برخورد با مخالفان، دشمن و اسیران جنگی در اسلام واضح بیان شده و نیاز به فتوا نیست. از احمد معنوی وزیر پیشین عدلیه در واکنش به سخنان مولوی انصاری گفته است کسی که ریختاندن خون مسلمان را مباح بداند حیوان درنده‌ای در کلبت انسان است. مولوی مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد گذرگاه هرات در نخستین روز نشست علمای طالبان گفته بود اگر کسی در مقابل حکومت کنونی سر بلند می کند باید سر زده شود. آقای معنوی با انتقاد تند از حرفای او گفته است عالم از خدا می ترسد و به خونریزی تشویق نمی کند. معنوی افزوده است هر لفاظ و شعر لطانی عالم نیست. او با ابراز این که عمر ظالم کوتاه است گفته است همیشه گمراهانی از خود راضی استدراج را نعمت الهی تعبیر می کنند. مولوی انصاری از منتقدان سرسخت حکومت پیشین بود. در نشست طالبان در کابل حمایت قاطع خود را از طالبان بار دیگر اعلام کرد و در سخنان تندی به مخالفان آنان هم هشدار داد. او گفته مردم باید برای حفظ نظام طالبانی در کنار آنان ایستاده شوند.